آج آقا داریم کم کم میریم رو آنتن. آماده این دیگه ها؟ بله بنده آمادم. این بحثتون در رابطه با طهارت و نجاست بود دیگه، درسته؟ نه آج آقا، طهارت و نجاست چیه؟ موضوع برنامه قانون مداری در سایه ولایت هست. بله یادم اومد، اون واسه منبر بود دیگه. علما مشغله هاشون زیاده دیگه، نمیتونن هر چیز بکنن. بله باش، فقط بی زحمت اون موبایلتون هم سایلنت کنین که یه وقت وسط برنامه زنگ نخوره. والا مقدور نیست اخوی، مراجعات زیاده، علما باز گره گشایی بکنن دیگه. آخه آج آقا ممکنه نویز بندازه رو دستگاه ها و برنامه زنده یهو اخ نگیر دیگه، حالا بذار دشمنان نظام نویزشون هم بندازن دیگه آقا. خیلی خب بچه آماده باشین. صدا، نور، تصویر، حرکت. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز. در این برنامه قرار است درباره قانون مداری در سایه‌سار ولایت صحبت کنیم. اساساً ولایت و قانون هر دو از ریشه قونة هستند و این موضوع دلالت می‌کند بر فلسفه مدلولی. قوانین رو باید رعایت کرد. همه در برابر قانون یکسان هستند و این رکن رکین نظام مقدس. ببخشید بدیده. الو جانم بابا ژن خوبه، کی بودی تو؟ التماس دعا. کجا بودی بابا؟ آنتالیا؟ تهذیب نفس یادت نره بابا. الان کجایی؟ مرز بازرگان؟ چی؟ مازراتی زبون بسته رو نمیذارم بیاری؟ باشه من این برنامه تموم شه زنگ میزنم حل میکنم. آره قربونت برم. نه قربان. بله عرض میکردم که البته گاهی لازم هست که در کنار قانون مداری کمی هم مصلحت رو رعایت کنیم. حالا مثلا اینقدر مصلحت که حالا ایرادی نداره که مثلا روایت داریم که تا به اندازه یه بند انگشت مصلحت اشکال نداره. حالا به لطف عنایات مقام عظما ما تا خرطناق هم مصلحت رو به کار میبریم. البته میبریم منظورم اینه که قانون شامل حال همه افراد هست و خونه هیچ کسی رنگین‌تر نیست. الو سلام علیکم حاج آقا، من تو برنامه زندم، بعداً تماس میگیرم خدمتتون. بله چی؟ دستگیرش کردن؟ یعنی که آقا جان اخوی بنده است ایشون، از دلسوزان نظامه. 50 میلیارد وثیقه باشه من میفرستم. بله فی امان الله قربون. بله خب البته در شرایطی خاص رأفت ولایی مشمول حال دلسوزان نظام هم میشه و تبصره 50 میلیاردی در قانون جمهوری اسلامی گنجونده میشه. از اونجایی که قانون انسان ها می نیستن و انسان ها خب جایز الخطا هستن، پس هیچ قانونی کامل نیست. فلذا ما در سایه‌سار ولایت یک سری تبصره به صورت نانوشته داریم که قانون رو کامل میکنه. یعنی اینکه دوره دو دره بازی و شلوار پرنگی تموم شده. الو خواهش میکنم مراهم هست ام بفرمایید. آها بله باقی لباسون به اسم بنده است. بله جان موقوفه بوده. خب از بیت رهبری گرفتم من اینو. اصلا شما با من چه سلمی داری؟ آقا این موضوع باغ و جناحی نکن. مگه اون زرمین زرگنده رو بنده حرفی زدم آخه؟ برو عمو پارو پاکانیت هم دیدیم. برو آقا جون. نه جورت میکنه به من. بله عرض میکردم موقوفات در بحث قانون اون هم از نوع ولایی جایگاه ویژه‌ای داره و فضولی سر این موضوعات موقوفه. از اونجایی که بحث قانون در نظام جمهوری اسلامی بحث پیچیده‌ای هم هست که مصادیق نامتجانسی هم داره، میریم تو بحث طهارت و نجاست که به طور واقعی از اهمیت بیشتری برخورداره در نظام ما. ولی خب مثل اینکه اشاره میکنن که وقت برنامه تموم شده و دیگه وقت نیست. خب دیگه میریم بر برنامه بعدی و من الله توفیق. ممنون.